همایش‌های اعتراضی به ضد حکومت ایران و وضع اقتصادی روز ششم است که در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد. تلویزیون دولتی روز دوم ینور خبر داد که در تظاهرات شب گذشته 9 نفر جان باختند. درباره تحولات در ایران صحبتی داریم با همکارم از رادیو فردا نیوشا بقراتی. نیوشا، به برنامه ما خوش آمدی. و اول راجع به تحولات اخیر میگفتی در شهرهای گوناگون کشور. تظاهرات از شهرهای شرقی ایران شروع شد 6 روز پیش تقریبا و بیشتر علیه دولت حسن روحانی بود و خود دولت روحانی میگفت که از طرف محافظه‌کاران کانسرواتیو های داخل ایران ترتیب داده شده برای اینکه تضعیف بکنن دولتش رو، ولی به سرعت از این دست خارج شد تظاهرات و شعارها خیلی حالت ساختار شکنانه و ضد حکومت به خودش گرفت. الان در شهرهای خیلی زیادی میشه دنبال کرد، 10 ها شهر هستن، شاید بتونیم 40 تا 50 شهر رو اسم ببریم و تا اینجا دست کم کشته شدن 13 نفر تایید شده. به هر حال در شهرهای مختلف با جنس‌های مختلف و ماهیت‌های مختلف این تظاهرات در جریانه. وسعت تظاهرات مثل روزهای پیشین هست یا کمتر؟ تعداد آدم‌ها کم نشده. تعداد آدم‌ها میتونیم بگیم که حتی بیشتر هم شده و روز به روز شعارها هم رنگ و بوی ساختار شکنانه تری به خودش گرفته. طلبات و شعارها همون مثل پیشین است یا تغییر کردن؟ در ابتدا خب مطالبات فقط اقتصادی بود، یعنی شروعش 1-2 ساعت اول فقط اقتصادی بود. بعد از 2-3 ساعت مطالبات کاملا مطالبات سیاسی شد، در حد کلان رهبری جمهوری اسلامی. شعارها کاملا ضد رأس هرم قدرت جمهوری اسلامی است. شعارهای مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور سر داده میشه، شعارهای علیه کلیت جمهوری اسلامی ایران سر داده میشه، شعارهایی در پشیمانی از انقلاب حدود 40 سال پیش سر داده میشه که ما حکومت قبل رو میخوایم، شعارهایی در حمایت از رضا شاه که سالهای سال از مرگش میگذره یا فرزندش محمد رضا شاه که آخرین پادشاه ایران بوده. برای همین شعارها بسیار بسیار فراتر و ورای خط قرمزیه که جمهوری اسلامی برای خودش تعریف میکنه و کاملا همونطور که گفتم کلیت نظام و شخص اول ایران رو هدف قرار میده. و واقعا شما خبرنگاران شما با مردم در داخل ایران صحبت میکنید، اونها چی میگوین راجع به برخورد مقامات با تظاهرگران، راجع به عموما مناسبت با مردم در این روزها؟ خب مردم خیلی خسته هستند. دست کم تعداد بسیاری از آدم هایی که با ما صحبت میکنند ابراز خستگی میکنن، ابراز ناامیدی و یأس میکنن از اینکه در داخل ساختار حکومت جمهوری اسلامی تفاوت معناداری بخواد به وجود بیاد. یعنی اینکه یک سری آدم‌ها هستن که همچنان البته به اصلاحات اعتقاد دارن، ولی کسانی که اعتراض میکنن میگن از اصلاحات خسته شدن، از اصلاحات امید بهبود شرایط کشور رو نمیتونن داشته باشن. البته باز هم همینجا باید تکرار بکنم که نمیشه جمعیت یک کشور رو به همین راحتی تقسیم کرد. این افرادی که میگم افرادی هستن که اعتراض دارن، ولی افراد دیگری هستن که در مقابل میگن راهش این نیست، راهش همون اصلاحاته، باید سعی بکنیم که با حمایت از دولت، حمایت از سایر کسانی که سیاست میانه رو اعتدالی دارند بخوایم خواسته های خودمون رو پیش ببریم. و البته خب یک عده آدمی هم هستن که کاملا مخالف کل این قضیه هستن و میگن که ما باید حکومت جمهوری اسلامی رو سر پا نگه داریم، ولی معترضان میخوان که ساختار شکنی انجام بشه.